که آدم در هر مناسبت یک تحفه داشته باشه، اما ما تلاش میکنیم که ما تحفه اساسی ما زمان داریم که ما این مشکل ریشه‌ای ما حل بکنیم، که ما تلاش میکنیم که حداقل اگر نهادهای همکار، نهادهای ملی و بین المللی که در قسمت با ما همکار هستند، از یونیسف گرفته تا سیو چیلدرن و آشیانه و نهادهای دیگر که تقریبا در حدود 12 نهاد است که در قسمت تطبیق استراتژی با ما همکار هستند، در صورتی که ما اینا با ما همکاری کنه، ما تلاش میکنیم حداقل امی جمع‌آوری امی اطفال ما حداقل به عنوان یک تحفه داشته باشیم در روز جهانی کودک. ما هرچند در بهار سال تجلیل میکنیم، ولی خب باز هم به مناسبت روز جهانی کودک هم ما برنامه خود داشتیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است تا اطفال در افغانستان برای بقا و رشد بهتر به صحت، خانواده های توانمند از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی و معیشتی، مسئولیت، شرایط خوب برای تعلیم و تربیت معیاری، محیط سالم و زندگی امن برخوردار بوده و دولت بر اساس مکلفیت‌های قانونی نیز در جهت ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حمایت و رعایت حقوق بشر کوشا باشد. با امید سعادت اطفال ما در یک جامعه مرفه، خدا نگهدار با ما باشید. د خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندې شوه.